هزاران سال پیش از میلاد مسیح، زمانی که خدایان باستان زمین و آسمان را شکل دادند و بر آن قدم گذاشتند، عهدی بستند که هرگاه تاریکی دنیا را فرا گیرد بازگردند. به همین منظور خود را به شکل انسان‌های فانی درآورده و در خفا میان آنها به زندگی پرداختند. اما تاریکی ها همیشه در کمین هستند. این بار سایه سیاه از میان انسانها برخاست با دانشی ممنوعه. سوگند خورد خدایان را نابود کند و بر دنیا تسلط یابد. نبردی سخت میان آنها شکل گرفت، ولی هیچ کس پیروز این میدان نبود. خدایان که در هیئت انسانی گرفتار شده و از قدرت‌هایشان کاسته شد و فرقه هم در تکاپوی حیات به سایه ها خزید. خدایان دچار تفرقه و پراکنده شدند، ولی به عهد خود پایبند ماندند، زیرا که می‌دانستند روزی فرقه باز می‌گردد، ولی این بار سیاهی عمیق‌تر است و خدایان در برابر سرنوشتی نامعلوم ایستادند، جایی که حتی خدایان هم ممکن است فرو افتند. اما در تخیلات سرنوشت قهرمانی زمینی از جنس انسان‌ها شکل گرفته بود که قرار بود در این نبرد بزرگ خدایان را یاری دهد. و حالا دختری در تهران که نمیدانست سرنوشتش با خدایان گره خورده.